جلسه نوبتی شورای علمی کهنتون مولانا جلال‌الدین محمد بلخی تحت ریاست الحاج محمد یحیی انوری رئیس و مؤسسین کهنتون امروز دوشنبه مورخ 24 ماه دلو سال 1401 هجری خورشیدی در تالار جلسات این کهنتون برگزار شد. در این جلسه که مشاورین، معاونین، رؤسای پهن‌زی‌ها، آمرین دپارتمان‌ها، رئیس کمیته تحقیق، آمر کتابخانه، اساتید و شمار از کارمندان اداری این کهنتون حضور داشتند، هر یک از مسئولین بخش‌ها گزارش از فعالیت‌های خویش را بیان کرده و در زمینه اخذ امتحان کنکور تخفیف‌ها برای جدید شمولان با هم بحث کردند. در همین حال الحاج محمد یحیی انوری رئیس و مؤسس کهنتون مولانا جلال‌الدین محمد بلخی از مسئولین بخش‌ها که در امور رسیدگی به مشکلات محصلین، دفاع مونوگراف، صدور دیپلم، سرتیفیکیت، نشرات، امور مالی و حفظ مراقبت کار کردند، قدردانی کرده فعال بودن نظام تحصیلی را برای جوامع مرفه و پیشرفته با ارزش خوانده. تخفیف‌های تازه را برای جدید شمولان در پهن‌زی‌های طب معالجوی، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، ژورنالیسم و تعلیم و تربیت پیشنهاد کرده که با اکثریت آرا مورد تایید حاضرین قرار گرفت. این جلسه در حال از سوی رهبری کهنتون مولانا جلال‌الدین محمد بلخی برگزار می شود که این کهنتون برای سال جدید تحصیلی تخفیف‌های قابل ملاحظه را در نظر گرفته و قرار است امتحان کنکور در 19 ماه هوت برگزار گردد.